علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و اما سوال دیگر این که آیا دادن زکات مال بر فرزند یا اینکه پدر جایز است؟ بارک الله فیکم. مادامی که اونها از کسانی باشند که مصارف زکات بر اونها دادن جایز است، از همونا باشند، یعنی از فقرا و مساکین باشند و از کسانی که قرضدار هستند یا این کسانی که در راه الله هستند از اینا باشد. و دیگر اینکه از کسانی باشد همین شخص که نفقه سرش واجب نیست، یعنی زندگی اونها مستقلانه باشد، پس با همین شروط میتونن که زکات مالش را بر فرزندش این که پدرش بدهد. و آنچه که باز را تایید میکرد حدیثی است که در صحیح بخاری میآید که حدیث معن ابن یزید است که یزید دینارهای را در مسجد میدهد برای یک شخصی که اونا یعنی که خیر بکنه. در اینجا است که معن که فرزند یزید است امی صدقه را میگیرد. وقتی که نزد پدرش میاد که پدرش میگه که من قسم یعنی در این دادن صدقات شما نبدید. و اینجا است که بین پسر و پدر مناقشه می شود نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. وقتی که این امر برده می شود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که لک ما نویت یا یزید، یعنی آنچه که یزید شما نیت کردگی هستید و اجرتون گرفتگی است، ولو اینکه این صدقه را فرزندتون گرفتگی باشد. ولک ما اخذت یا معن، یعنی برای تو از آنچه که گرفتگی هستی ایمان برای تو هست. یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم درجه صدقه را از این یعنی که نهی نکردن و نگرفتن از دستی معن. و بعض از علما میگن که اینجا احتمال داره که صدقه نفلی باشد، نه این صدقه یعنی که زکات. ولیکن باز حدیث های دیگری هست که یعنی در رابطه با تشویق است برای صدقه کردن به اهل و نزدیکو، به اهل و نزدیکو. از این خاطر اینه هیچ نیازی نبوده که با هم مناقشه بکن و این امر نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برده بشود. پس احتمال دارد که زکاتی چی است؟ این زکات است، صدقه فرضی است. بارک الله فیکم. به هر صورت مادامی که بنابر همین دو شرط بشود، یکی اینکه فقیر و مسکین باشند، این یک دیگه اینکه زندگیشان مستقل باشد، از کسانی نباشند که نفقهشان سر نفر واجب باشد، پس میتونید که زکاتش را بدهد. و حتی شیخ حسین تیمی رحمه الله فرمود که اگر که از کسانی هم باشد که نفقهش سرش واجب است ولیکن عاجز ماندگی است از پرداخت نفقه از اونها، بازم در این صورت هم میتونید که زکات را بر اونها بدهد. بله. بارک الله فیکم.